برادری از نیت نماز شب پرسیدن که چگونه می باشد. برادری محترم، نیت همه یک قسم است، چی نماز شب بوده باشه چی نماز روز، و اصل محل نیت، مکان و جای نیت دل است. انسان در دل خود قصد میکنه، اراده میکنه که من نماز شام را میخوانم، یا نماز خفتن را، یا فرض یا نفل، یا نمازی که در امون وقت میسر است امون نماز میخوانم، و ای در دلش قصد میکنه و استاد میشه. امی خودش نیت است، دیگر حاجتی تلفظ نیست، و تلفظ به نیت بدعت است، اساسی ندارد. برادری پرسیدن کسی به نام یکی از پیامبران نامگذاری شود، آیا ای کدام قدر و مرتبه و منزلت خاصی دارد؟ و باز سوال کردن آیا ای شخص اگر کسی دشنام بدهد یا فحش بگوید، آیا با منزله عزیز که همون پیامبر را فحش و دشنام داده باشد؟ برادری محترم، اولا نامگذاری به نام پیامبران کاری خوب است، به نیت تفاعل که ما به نقش و قدمی پیامبران بروم و سیرتی از اونها را زنده کنم و تفاعل خیر دی نام بگیرد. نامگذاری به نام پیامبران بهتر است. و اما شخص خودش کدام مرتبه و قدر منزلت خاصی به خاطر نامگذاری به نام پیامبر ندارد. و اما دشنام دادن شخص به این معنا نیست که این پیامبر را دشنام داده باشه و نه این شخص پیامبر است. کسی اگه به اعتقاد باشه که این شخص خودش همون پیامبر است، باز کافر میشه و این عین پیامبر نیست. این شخص خودش دشنام داده و دشنام دادن کار خوب نیست، بسیار زشت است. صفت یک مسلمان فحشگویی، بدگویی، زشتگویی و دشنام دادن و غیره نیست. و از این حرفهای زشت انسان پرهیز کنه. اما اگر کسی دشنام داد، این به این معنا نیست که همون پیامبر را دشنام داده باشه. برادری سوال کردن زن در حال جنابت بدنش را بشوید و سرش را مسح کند، آیا این درست است؟ البته انسان وقتی که جنوب می شود غسل بالاش واجب میشه، چی مرد بوده باشه چی زن، و واجب است که تمام اندام را انسان بشوید، الا اینکه عذری اگر داشته باشه. عذر یعنی زخمی در بدن بوده باشه، یا آب برش نقص کنه، یا زیاد سرد است، خطری مرگش است. در غیر از او شستنی تمامی اندام واجب است. اگر در سرش کدام مشکلی یا دانه‌ای یا زخمی یا کدام مشکلی دیگری داشته باشه که خطری بیشتر ساختن یا مرضش هست یا خطری هلاک شدنش هست، پس در این صورت درست است که مسح کنه. در غیر از او درست نیست که بالای سر خود مسح کنه، بلکه شستن تمام اندامش واجب است.